بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سلام عرض میکنم خدمت شما متعلمین عزیز صنف 11. بنده محمد علی نجفی مدرس درس ادبیات دری با اولین جلسه از سلسله جلسات این درس در خدمت شما عزیزان هستم. مباحثی که امروز به عنوان اولین جلسه و اولین مبحث از مباحث درس ادبیات دری برایتان دوستان به ارمغان آورده ایم، این مباحث می باشد. در بخش اول در مورد یکی از شاعران بزرگ قرن ششم هجری قمری یعنی حکیم نظامی برایتان صحبت میکنیم و در بخش دوم تحت عنوان آیین نگارش و انشا در مورد نامه‌نگاری و آیین و شکل درست او صحبت می‌نماییم. دوستان با ما همراه باشید. خب دوستان، بحثی که امروز در واقع می‌خوایم برایتان صحبت بکنیم نیاز است که یک یادآوری به درس و کتاب صنف 10 شما بیندازیم. میدانید که اولین درسی که در ابتدای هر کتاب ادبیات دری مطرح می شود نوشته است که برای بیان ذات و صفات خداوند و مدح و ستایششان به کار برده می شود. به همین تبعیت در واقع ما میگوییم که اولین درس هر کتاب که با این اوصاف نوشته می شود را حمد یا تحمیدیه گویند که در تعریف تحمیدیه چنین آورده شده است: نوشته ها و سروده هایی را گویند که در مدح و ستایش خدا و صفات ایشان بیان شده است. اگر دوستان صفحه اول و درس اول کتاب ادبیات دری خود را باز نمایید، اولین درسی که میبینید در واقع اشعاری است که توسط نظامی گفته و بیان شده است. دو بیت ابتدای این درس میگوید که خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازد آن را کلید. خدای خرد بخش بخرد نواز، همان ناخردمند را چاره ساز. این در واقع دو بیتی است که توسط نظامی در واقع سروده شده است که این دو بیت ابتدای درس را ما تحت عنوان حمد یا تحمیدیه در واقع دوستان تعریف می نماییم. خب وارد بحث اصلی خودمان دوستان میشویم. در ابتدا برایتان گفتیم و اینجا نیز بیان میکنیم. بخش اول مبحث امروز ما در مورد تاریخ ادبیات است که میخواهیم در مورد زندگی نامه و در مورد بیوگرافی یکی از شاعران بزرگ قرن ششم هجری قمری دوستان برایتان صحبت نماییم. این شخص کسی نیست جز حکیم الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن مؤید. در واقع ایشان را با عنوان جمال الدین و معروف به حکیم نظامی گنجه‌ای میشناسیم. متاسفانه در مورد تاریخ تولد دقیقشان اطلاعاتی امروزه به دست ما نرسیده است. اگرچه دکتر صفا معتقد هستند که ایشان در سنه 530 هجری قمری در واقع در شهر گنجه که امروزه یکی از ولایات کشور آذربایجان می باشد متولد گشتند. جالب توجه است که ایشان تمام عمر خود را در این ولایت و در این شهر زندگی می نمایند و به غیر از یک سفر که به 30 فرسنگی در واقع شهر گنجه، او هم به دعوت حاکم او زمان او قسمت که در واقع کیست؟ غزل ارسلانه است. این حاکم در واقع به دعوت ایشان نظامی گنجوی هجرت میکند، مهاجرت میکند به این منطقه و سپس بعد میگردد و تا انتهای عمر خویش در شهر پدری و شهر محل تولدش در واقع زندگی می نماید. از نکات جالب توجه همدوره بودن نظامی گنجه‌ای با یکی از شاعران به نام دوره خود است. این شاعر کسی نیست جز خاقانی شروانی. خاقانی شروانی یا تلفظ درست‌تر شروانی در واقع یکی از شاعران
بزرگ اودوره می باشد که در قرن ششم هجری میزیسته است. روابطی مابین نظامی و خاقانی برقرار می شود و تعاملاتی مابین این دو بزرگوار در واقع شکل می گیرد و این باعث می شود که در حوزه شعر نیز این تعاملات و این اثرات بر روی اشعار همدیگر گذاشته شود. چون میدانید خاقانی در واقع یک از شاعران بنامی است که در حوزه قصیده اشعار بسیار نابی دارند و میتوان ایشان را در حوزه قصیده و در قالب شعر قصیده به عنوان یکی از سرآمدان نه تنها دوران خود بلکه برای تمامی ادوار ادبیات دری می شود ایشان را به عنوان یک الگو و اسوه ذکر نمود. که هنگامی که خاقانی از دنیا می رود و رحلت می کند به دیار باقی، نظامی در مدح ایشان و در سوگ ایشان در واقع اشعاری را می سرایند. و خود نظامی نیز در سنه 614 هجری قمری در شهر گنجه در واقع چشم جهان فرو می‌بندند. آثار نظامی گنجوی را اگر دوستان بخواهیم برای شما متذکر شویم و آنها را برای شما برشماریم، شامل این موارد است: عمده‌ترین اثرشان و در واقع اثر اولیه که توسط ایشان بیان می شود دیوان قصایدشان است که مشمول قصاید فراوانی می باشد که ایشان یا برای شاخان در واقع مکانی که ایشان در اون متولد شدند این اشعار را گفته است که در دوره خود نظامی حاکم گنجه شخصی است به نام شروانشاه که در واقع نظامی نیز به ایشان خدمت می کند، قصیده های بسیاری در مدح ایشان و نه تنها در مدح خودشان بلکه برای فرزندان ایشان نیز قصاید مدحی و ستایشی که در حوزه قصاید درباری قرار می‌گیرند گفته و بیان شده است. ولی اصل آثار نظامی گنجوی به مرور زمان از حوزه و قالب شعری قصیده در واقع فراتر می‌رود و تغییر می‌یابد. ایشان بیشتر میان در حوزه قالب شعری مثنوی شعر میگویند و امروزه در حوزه ادبیات دری ما نظامی را تحت عنوان یک مثنوی سرای و یک داستان سرای بسیار نمونه و الگو در حوزه ادبیات دری میشناسیم که نمیتوان برای ایشان به عنوان یک نمونه و یک پیشوا کسی را ذکر نمود. ایشان در واقع یک ستاره بی‌بدیل در حوزه اشعار ادبیات در واقع داستانی می باشد. آثار دیگرشان که آثار مشهورشان است شامل این موارد است: 1 مخزن الاسرار، 2 خسرو و شیرین، 3 لیلی و مجنون، 4 7 پیکر و 5 اثر اسکندرنامه است که مجموع این 5 اثر را تحت عنوان 5 گنج یا خمسه نیز یاد میکنند، چون این اشعار در واقع این 5 کتاب‌هایی هستند که در قالب شعری بیان شده و در قالب مثنوی نیز گفته شده است. یعنی در واقع همه این 5 مورد یک شکل داستانی در حوزه ادبیات دری است که در قالب مثنوی بیان شده و آثار بسیار بسیار مشهور و معروف هستند که ما این 5 را تحت عنوان 5 گنج یا خمسه نظامی یاد میکنیم. بخش دوم ما دوستان در مورد یکی از حوزه‌های آیین انشا و نگارش است. در این حوزه می‌خواهیم در مورد یکی از ابزارهای ارتباطی بسیار مفید و مؤثر دوستان برایتان صحبت نماییم که این ابزار چیست؟ این ابزار نامه است. نامه را این گونه دوستان تعریف میکنن: نامه پیامی است که بنا به ضرورتی برای کسی یا مؤسسه‌ای یا مرجعی فرستاده می شود. اگه دوستان به تاریخ نگاه بیاندازیم می‌بینیم که در گذشته ابزارهای ارتباطی نوین به شکل امروزه وجود نداشت و موجود نبود. امروزه شما گوشی تلفن همراه یا موبایل خود را میگیرید و زنگ میزنید به اطرافیانتون و حال احوال میگیرید. امروزه شما از طریق فضای مجازی، از طریق اینترنت میتوانید در کمترین زمان در بهترین در واقع مکانها و دورترین مکانها دسترسی یابید.
شما از طریق تلگرام، از طریق واتساپ، از طریق اینستاگرام، از طریق در واقع خیلی از کانال ها و شبکه های مجازی می توانید با دوستان خودتان در نقاط مختلف ارتباط برقرار کنید. ولی نخستین و ابتدایی ترین شکل و ابزار ارتباطی که مردم از او استفاده میکردند و این باعث میشد که فاصله ها کوتاه‌تر گردد و انتقال مطالب با تأخیر زمانی بسیار صورت گیرد، نامه بود. نامه در واقع در گذشته به عنوان یک ابزاری بود که انتقال پیام را صورت میداد. از طریق گیرنده به فرستنده در واقع انتقال صورت میگرفت. با وجود ابزارهای ارتباطی نوینی که امروزه شکل گرفته است، هنوز هم نامه جایگاه خود را دوستان از دست نداده است. این جایگاه اگرچه ممکن است امروزه کمی کمرنگتر شده باشد، ولی صلابت و استحکام نامه هنوز هم برای کسانی که تمایل به ابزارهای ارتباطی نوین ندارند جایگاه در واقع ثابت و محکم است. ولی با این وجود در واقع ما میتوانیم یکی از ابزارهای اولیه که نقش بسیار مهمی در انتقال ارتباط و تعاملات ما بین انسانها برقرار میکرد را نامه بدانیم و یک جایگاه مهم و یک موقعیت ویژه‌ای برای نامه قائل شویم. خب این نامه دوستان دارای اهمیت است که وجود اهمیت این نامه را میتوانیم این گونه برایتان ذکر نماییم. مورد اول، تأمین کننده نیازهای موجود در روابط اجتماعی است. نامه نخستین شکل از ابزارهای ارتباطی بود که افراد برای برقراری تعامل و ایجاد ارتباط با انسانهای دیگر استفاده می نمودند. این در واقع روابط باعث می شد که انسانها از فرهنگ همدیگه، از آداب و رسوم همدیگه، از نحوه گفتار همدیگه، از نحوه نوشتار همدیگه در واقع آگاهی کاملی در واقع به دست آورند. دوم، انعکاس دهنده افکار، احساسات و عواطف یک نویسنده است. نامه ها دوستان بدانید که در قالب های مختلفی می توانند نگاشته شوند. نامه می تواند به صورت یک نامه عاطفی و یک نامه خانوادگی ذکر شود که بیان کننده احساسات و عواطف به در واقع واضح ترین و آشکارترین نوع خود صورت گیرد، یا می تواند نامه یک نامه رسمی و اداری باشد که شما نمی توانید در او احساسات عواطف خود را به شکل کاملا ساده صمیمی بیان کنید، بلکه روابط در اینجا یک روابط رسمی است که در قاعده احترام رسمی باید شکل گیرد. بیان کننده شخصیت، فرهنگ، ادب، ذوق و سلیقه نویسنده می باشد. نامه نشان می دهد که در واقع نویسنده از نظر حوزه ادبیات دارای چگونه مهارتی است. یعنی این مشخص می کند که نویسنده دارای مهارت ادبی است، نویسنده یک شخصیت رسمی است، نویسنده از نظر فرهنگی متعلق به کدام طبقه اجتماعی است. این همه را می توان در واقع از اسنای موجود در داخل یک نامه کشف نمود. یک نامه تعیین می کند که یک فرد متعلق به کدام یک از موقعیت‌ها و جایگاه‌های موجود در جامعه است. هر چقدر شما در واقع بیایید یک نامه بنویسید و این نامه برای یک ارگان رسمی، برای یک نهاد رسمی، برای یک مؤسسه رسمی باشد ولی به شکل عاطفی و صمیمی نگاشته شود، این نشان می‌دهد که اون نویسنده یک نویسنده قابل نبوده است. یا عکس قضیه ممکن است یک نامه توسط یک نویسنده برای خانواده خود نگاشته شود، برای پدر، برای مادر، برای خواهر یا برای برادر نوشته شود و در او در واقع زبان نوشته یک زبان رسمی و اداری باشد که جایگاه و موقعیت کلامی این نوع نوشته و تناسب او با گیرنده در واقع نوعی تناسب نابجا می باشد. و همین امر باعث می شود که افراد متوجه شوند که این نویسنده یک نویسنده با ذوق و سلیقه خاص نیست. و جالب است که در مرحله آخر قرار گرفتن نامه ها در زمره آثار ادبی است. شما هنگامی که آثار ادبی را مطالعه میکنید
متوجه میشوید که بعضی از نامه‌ها یا برخی از نامه‌ها به عنوان یک اثر ادبی و یک اثر هنری در قالب ادبیات جهان جای میگیرد. به عنوان نمونه شما اگر نامه‌های حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به فرزندشان حضرت امام حسن مجتبی رو مطالعه کنید، این نامه‌ها یک نامه‌های در واقع تاریخی است که خطاب او نه تنها به امام حسن مجتبی فرزندشان بلکه به عموم افراد جامعه و نه تنها به او دوره بلکه متعلق به نسل‌ها و اقوام و قبایل و تمامی نوع بشر را در واقع شامل می شود. یا نامه هایی که در واقع شخصی به نام چارلی چاپلین که همه دوستان می شناسند، یکی از اشخاصی که در حوزه سینما سرآمد طنزپردازان جهان است، ایشان نامه هایی دارند که خطاب به دخترشان جرالدین می نویسند و در این نامه ها دخترشان را در واقع به فضایل اخلاقی و انسانی توصیه می نمایند. یا نامه هایی که در قالب یک کتاب به نام ظفرنامه نگاشته شده است. جالب است که در کتاب ظفرنامه که در واقع پدر اورنگزیب به فرزندشان می نویسند و ایشان را در واقع در حوزه حکومت مداری، در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست فرزندشان را در واقع چی میکنن؟ پند میدهن، نصیحت میکنن، موعظه میکنن و این نامه ها یک نامه هایی است که ارزش و اعتبار جهانی پیدا کرده است. خب دوستان، اهمیت نامه نسبت به گفتار در چی می باشد؟ در حالی که گفتار به دلیل شرم حضور یا آمادگی نداشتن گوینده برای رویارویی و گفتگو با اشخاص ممکن است تأثیر لازم را در شنونده یا مخاطب نگذارد، تأثیر نفوذ کلام نامه به مراتب قوی‌تر از گفتار می شود. این در واقع جملات چه معنا و چه مفهومی را می خواهند برسانند؟ ببینید دوستان عزیز، وقتی ما میگوییم زبان در واقع یک نظام است، یک سیستم است که ابزاری برای برقراری و ایجاد ارتباط با انسانها و فیما بین این انسانها در واقع میتوانیم تعریف نماییم زبان را. زبان اشکال مختلف داره، از زبانش در واقع اشاره گرفته، از زبان گفتار گرفته، از زبان نوشتار گرفته که 3 بخش اصلی زبان را تشکیل میدهد. این 3 تا بخش که ما توجه اصلیمان بر بخش گفتاری زبانه و تفاوتی و اهمیت نامه نسبت به رو میخوایم بررسی بنماییم. که زبان گفتار در واقع زمانی حاصل میشه که شما با مخاطبتان رو در رو و مستقیم باشید، اونطوری که امروزه میگویند فیس تو فیس باشید، یعنی روبرو باشید با مخاطب خود. وقتی روبرو میشوید بعضی وقتها مخاطب شما یگان شخصیت در واقع رسمی، یک شخصیت معروف است، میخواهید با او همکلام شوید، میخواهید چیزی به او بگویید، مطلبی را میخواهید به او ارائه بدهید، ولی شخصیت او، بزرگی و ابهت او باعث میشود که کلام شما نافذ نگردد. کلام شما او تأثیر را که میخواهید با او در واقع تأثیر احساسات و عواطف و نفوذ و قدرت او کلام را که میخواهید به او منتقل کنید این حاصل نگردد. ولی در زبان نامه این گونه نیست. شما موقعی که میخواهید نامه برای کسی بنویسید با تمام در واقع طمأنینه، با تمام آرامش کلام و در واقع پیامی را که میخواهید به زیباترین و به شکیلترین شکل در واقع اون نامه را مینویسید و به او فرد منتقل میکنید. او استرس، او اضطراب، او دلهره‌ای که در فیس تو فیس بودن، در رو بودن با مخاطب موجود بود، در حوزه نامه موجود نیست. شما یک فرد هستید که به صورت غیر مستقیم نامه ای را می نویسید و با دیگران ارتباط برقرار می کنید. این نحوه ارتباط باعث می شود که او اضطراب و دلهره و استرس موجود در رویی از شما گرفته شود و در نتیجه نفوذ و تأثیر کلام شما را نیز به مراتب بیشتر می سازد. خب دوستان، 2 بخش مباحث امروز را برایتان بیان کردیم و گفتیم بی مقدمه وارد سوالات کانکور مربوط به این 2 بخش می شویم و این سوالاتی که مرتبط با این 2 موضوع می باشد را رصد می نماییم.
سوال اول میگوید یکی از آثار مشهور حکیم نظامی گنجوی است. فرم اول کابل و فرم دوم میدان وردک چنین سوالی را ذکر میکنند. خب گزینه ها را ببینید دوستان. 1 بهارستان، 2 سفرنامه، 3 خسرو و شیرین و 4 ظفرنامه. کدام یک از این 4 مورد از آثار مشهور حکیم نظامی گنجوی است؟ دوستان کدام گزینه درست می باشد؟ گزینه صحیح گزینه شماره 3 است. خسرو و شیرین که از مجموع آثار 5 گنج یا 5 نظامی بود، جزء آثار حکیم نظامی است. کتاب بهارستان نگاشته در واقع عبدالرحمن جامی، سفرنامه متعلق به ناصر خسرو در واقع قبادیانی است و ظفرنامه نیز متعلق به شخصیت معروف شرف الدین علی یزدی می باشد. سوال بعد میگوید داستان لیلی و مجنون از آثار مهم یکی از اینهاست. سوال بسیار مهمی که در 3 فرم مختلف بیان شده، در فرم‌های 4 بدخشان، فرم اول فرا و فرم کاپیسای 1397 این سوال آمده است. خب گزینه ها: 1 فروغ فرخزاد، 2 فردوسی توسی، 3 سیمین بهبهانی و 4 نظامی گنجوی. کدام از این 4 مورد دوستان جواب و گزینه صحیح ما می باشد؟ گزینه صحیح گزینه نظامی گنجوی است. نظامی گنجوی شاعر مشهور و مثنوی سرا و داستان سرای مشهور سده 6 هجری قمری است که نویسنده و سراینده کتاب و منظومه لیلی و مجنون می باشند. سوال بعد میگوید کتاب 7 پیکر که نام دیگر او 7 گنبد نیز هست، اثر مشهور کدام یک از این افراد است؟ فرم 6 بدخشان است. سوال متعلم عزیز توجه کن. 1 حافظ، 2 خاقانی، 3 نظامی و 4 سعدی شیرازی. کدام یک از اینها نویسنده کتاب 7 پیکر می باشد؟ گزینه صحیح می شود گزینه 3 نظامی گنجوی نگارنده کتاب 7 پیکر است. سوال بعد می گوید نظامی گنجوی در کدام یک از سنوات ذیل چشم از جهان پوشید؟ یعنی سال وفات نظامی گنجوی را می خواهیم دوستان برایتان ذکر نماییم. فرم 1 بامیان. خب 1 614 هجری قمری، 2 515 هجری قمری، 3 714 هجری قمری و 4 512 هجری قمری. کدام یک از این 4 گزینه می تواند گزینه صحیح در مورد سال فوت نظامی باشد؟ گزینه درست گزینه 1 از سال 614 هجری قمری سال وفات نظامی است. سوال بعد میگوید کدام یکی از شاعران ذیل هم عصر نظامی گنجوی است؟ سال فرم اول بامیان. 1 جامی، 2 سعدی، 3 انوری و 4 خاقانی. گزینه درست می شود گزینه شماره 4 خاقانی شروانی، در واقع قصیده سرای به نام قرن 6 هجری بود که هنگامی که وفات می نمایند نظامی گنجوی در رسایشان شعر می سراید و تعاملات و ارتباطاتی با همدیگه نیز داشتند. سوال بعد می گوید یکی از شاعران ذیل ملقب به جمال الدین می باشد. فرم اول فرا هست. سوال 1 فرخی، 2 حکیم نظامی، 3 سعدی شیرازی و 4 رودکی بلخی. کدام یک از این 4 مورد میتواند در واقع ملقب به جمال الدین باشد؟ متعلم عزیز گزینه ها را دقت کن، جواب را به ما بگو. گزینه صحیح گزینه شماره احسنتم گزینه شماره 2 حکیم نظامی گنجوی است که ملقب به جمال الدین بود و معروف به حکیم نظامی.
در واقع الیاس ابن یوسف ابن مؤید در واقع نام کامل ایشان بود. سوال بعد میگوید یکی از آثار حکیم نظامی گنجوی است: 1. منطق الطیر، 2. مخزن الاسرار، 3. کلیله و دمنه و 4. الهی نامه. کدام یک از این 4 مورد گزینه صحیح و کتاب و اثر نگارنده قرن 6 هجری و سراینده بزرگ حوزه داستان‌های مثنوی است که نظامی گنجوی است؟ کدام گزینه می شود؟ گزینه شماره 2، کتاب مخزن الاسرار. منطق الطیر کتابی است از عطار نیشابوری. کلیله و دمنه در واقع یک کتابی است که توسط یک سری دانشمندان هندی نگاشته می شوند و تالیف می گردند و الهی نامه نیز از آثار عطار نیشابوری می باشد. سوال بعد میگوید نام اصلی نظامی گنجوی را مشخص کنید. وارد حوزه سوال نامگذاری میشویم. فرم 1 ارزگان. خب 1. حکیم یوسف ابن آدم، 2. حکیم الیاس ابن یوسف، 3. ابو اسماعیل و 4. عبدالله ابن ابی منصور. نام کامل حکیم نظامی کدام یک از این 4 مورد می باشد؟ گزینه صحیح گزینه شماره 2 است: حکیم الیاس ابن یوسف ابن زکی ابن در واقع مؤید نام کامل ایشان می باشد. خب دوستان، در پایان بحث اول ما می رسیم. مجموعه مباحثی که امروز برایتان گفتیم در قالب 2 بخش بیان گشت. یک در مورد بیوگرافی شاعر بزرگ قرن 6 هجری قمری حکیم نظامی گنجوی برایتان صحبت کردیم و در بخش دوم که بخش آیین نگارش ما می باشد در حوزه نامه و نامه‌نگاری برایتان صحبت کردیم. قبل از اینکه دوستان خداحافظی نمایم از خدمت شما بزرگواران، اجازه بدهید که چند بیتی از یکی از آثار مشهور در واقع نگارنده بزرگ نظامی برایتان بخوانم. در مورد منظومه لیلی و مجنون آثار زیادی نگاشته شده است که از افراد مشهوری مانند وحشی بافقی گرفته تا امیر خسروی دهلوی، سلمان ساوجی و عبدالرحمن جامی کسانی بودند که در حوزه لیلی و مجنون منظومه گفتند و معاصرانی نیز بودند که اشعاری این بزرگواران را یک مقداری تغییر دادند یا پاسخ گفتند یا مورد نقد قرار دادند که امروز میخوام در مورد یکی از دوستان و یکی از بزرگوارانی که در حوزه شعر آمده است شعر گفته است و لیلی و مجنون را به شکل امروزی بیان کرده است و این شعر را برایتان به عنوان ختم کلام دوستان میخوانم. خب شعر میگوید که یک شبی مجنون نمازش را شکست، بی وضو در کوچه لیلا نشست. عشق آن شب مستش کرده بود، فارغ از جام الستش کرده بود. گفت یارب از چه خارم کرده ای، بر صلیب عشق دارم کرده ای. خسته‌ام زین عشق دلخونم مکن، من که مجنونم تو مجنونم مکن. مرد این بازیچه دیگر نیستم، این تو و لیلای تو من نیستم. خدا جواب میدهد گفت ای دیوانه لیلایت منم، در رگت پنهان و پیدایت منم. سالها با جور لیلا ساختی، من کنارت بودم و نشناختی. عشق لیلا در دلت انداختم، صد قمار عشق یک جا باختم. مرد راحت باش تا شاهت کنم، صد چو لیلا کشته در راحت کنم. دوستان و متعلمین عزیز، امیدوارم که تا جلسه بعد
موفق و مؤید و سرفراز باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.